در شهر شمال و غربی گیومری ارمنستان مراسم وداع با طفل 6 ماهه سریوژا اویتیسیان دایر شد. او روز دوشنبه بر اثر جراحت‌هایی که هفته گذشته از سرباز روس برداشته بود به هلاکت رسید. در آن حمله سرباز پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان همچنان پدر و مادر و 4 نفر از نزدیکان سریوژا را به قتل رسانده بود. در افغانستان پرزیدنت این کشور اشرف غنی اعضای حکومت نو را برای ارزیابی وکیلان مردمی پیشبری کرد. اثنای سخنرانی در مجلس پایانی پارلمانت افغانستان او ریشه‌کن کردن فساد، اصلاحات حکومت، تحکیم نظم و ثبات و کفالت دولتداری سالم را وعده داد. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی و رئیس اجرایی دولت عبدالله در دوام 3 ماه گذشته بر سر نامزدهای حکومت نو بحث داشتند. در قرقیزستان تخمیناً 1000 نفر بر ضد نشر کاریکاتورهای پیغمبر دین اسلام در مجله فرانسوی شارلی ابدو تظاهرات کردند. در پارکی به نام گورکی بیشکک وکیلان مردمی و فعالان مخالفین اشتراک کردند. 7 ینور در جریان یک حمله بالای مجله شارلی ابدو در شهر پاریژ 12 کس کشته شدند. در شهر پشاور پاکستان پدر و مادران و منصبداران دولتی در یک مراسم بخشیده به قربانی‌های حمله 16 دکبر اشتراک کردند. آن روز طالبان بالای مکتب زیر نظارت نظامیان حمله نموده 151 نفر اکثرا کودکان را به قتل رساندند. منصبداران حکومتی ابراز داشتند که یک عده مکتب‌های پشاور را به یاد کودکان فوتیده نامگذاری خواهند کرد.